این آقایی که دارن به این روحانی محترم جسارت میکنن حتما این حدیث از پیغمبر اسلام شنیدن که من شهر علم هستم و علی علیه السلام در اون شهره. حضرت علی علیه السلام صاحب علم لدنی بودن، بنابراین نیاز نبوده که نصف عمرشون رو صرف آموزش و تحقیق بکنن تا یک فقیه و نظریه پرداز دینی بشن. اگر هم ایشون کار میکردن دستاشون پینه بسته بوده، این متعلق به زمانیه که خونه نشین شده بودن. یک روحانی هم باید کار بکنه، ولی کارش شأنش فرق میکنه. کارش رهبری جامعه است، کارش قضاوته، کارش تدریسه، کارش تحقیقه. اگر قرار باشه بیل و کلنگ دست بگیره که نیاز به این همه درس خوندن نیست که. دایره علوم انقدر وسیعه که اگر شخصی تمام عمرش رو صرف آموزش یک رشته از رشته‌های تحصیلی بکنه شاید عمرش کفاف نده. بعد شما چطور توقع دارید که یک عالم که وظیفه خطیر هدایت بشر به سمت سعادت رو بر عهده داره بیاد بیل و کلنگ دست بگیره کارگری کنه؟ در رابطه با خدمت سربازی طلاب هم باید شما رو ارجاع بدم به آیه نفر. خداوند در این آیه صراحتا میفرمایند که شایسته نیست که طلاب علوم دینی برن جهاد واجب انجام بدن. چرا؟ چون که وظایف خیلی مهمتری بر عهده دارن. با این حال در کشور ما ایران طلاب علوم دینی هم مثل هر شخص دیگری به خدمت سربازی میرن، ولی فرقش اینه که دوره تحصیل اونها بسیار طولانی تره و مثل هر شخص دیگری اونها هم در دوره تحصیل خودشون از معافیت تحصیلی برخوردارن.